آخرین باری که علی رو زدی کی بود؟ چرا اصرار داری من علی رو بزنم؟ من اصلا به علی تا حالا تو هم نگفتم. خب نه تو، خب میتونی بهش بگی شما ولی بزنیش. شما نه. چرا این کارو کردی مثلا؟ نه اصلا تا حالا تو هم بهش نگفتم چرا باید بزنمش. آخرین باری که با هم حرفتون شد میخوای یعنی دوست داری من و علی مثلا زندگیمون تموم بشه تو خیالت راحت شه؟ من آخه چیز کردم، من الان کاری که کردم علی و مهرداد رو با هم دیگه تمومه تقریبا. خانم نادری و شما الان مونده تو و علی. دیگه راحت میشی. دیگه راحت میشم. 4 نفر داشتید زندگیتون رو می‌کردید. چه اصراری داری به این جمع ما؟ چی کار داری خیلی با جمع شاد ما؟ بودید، عصبی می‌کرد این قضیه. واقعا میگی؟ کلا شادی دیگران یه مقدار منو عصبی می‌کنه. وای چقدر مریضی. نه من علی رو نمیتونی حالا بایی بزنم به تخته یه چیزی 2 روز دیگه چیزی نشه. فایبر گلاسه یه جوری چشتون میزنم نفهمی از کجا خوردی. نه خب ماشاءالله خیلی زوج قشنگی هستی.